سلام بچه ها، به کانال آموزش آشپزی با سانی خوش اومدیم. این اولین ویدیویی هست که میخوام باهاتون همراه باشم. امروز کوکو سبزی براتون درست میکنم. مواد لازم: سبزی، پیاز، 8 عدد تخم مرغ، فلفل، نمک، زردچوبه. نگاه کنین، این سبزیه که دارم درست میکنم، هم میزنم و بعد میذارم تو مایتابه، به این شکل در میارم. بعد اینا رو که سرخ کردیم ما دورش گوجه سرخ میکنیم به این شکل. الان داخل مایتابه میذاریم. دارم کوکوها رو دونه دونه برمیگردونم. اینم از کوکوهامون تا سرخ بشه اونورش. مثل اینایی که الان درست کردم تو اینجا گذاشتم، مثل اینا. مرحله الان گوجه گذاشتن دارم. گوجه ها رو میچینم تو مایتابه. اینم از گوجه هامون. بچه های عزیز، چند روز پیش ترشی گذاشتم. این از این ترشی ها، اینم با این. الان میخوام بریزم تو ظرف برای شاممون. این کلم ترشیه، فقط بچه هم کلم دوست دارن، منم فقط کلم گذاشتم. اون بادمجون و فلفل و کلم و اینا قاطیه. تازه گذاشتم، ولی هرچی ترد باشه بچه ها بیشتر دوست دارن. اینم از این برم یه ذره اینو میریزم تو این. خیلی خوشمزه است، جاتون خالیه. اینم از اینم از گوجه‌هامون که دارم برمیگردونم. جاتون خالی، بشینیم بخوریم. امیدوارم از آموزش من خوشتون اومده باشه. درست کنیم و لذتشو ببرین.